کافر کیست؟ کافر به کسی گفته میشه که از نظر پیروان یک دین به اون دین اعتقاد نداشته باشه. از نظر دین اسلام 9 نوع کافر وجود داره. 1 کافر اصلی، 2 کافر تبعی، بچه‌های نابالغ اسلام ناباوران، 3 کافر کتابی مثل زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان، 4 کافر غیر کتابی مثل بودایی‌ها، بهائی‌ها، 5 کافر ذمی. این نوع کافر برای زنده موندن باید جزا بپردازه، پول بده. یعنی کافری که زنده بودنش از مرده بودنش بیشتر برای مسلمونا صرف داره. 6 کافر حربی، عهد نبسته. 7 کافر حربی موحد، عهد بسته. 8 کافر توحیدی، کسی که اعتقادی به الله نداره. 9 کافر غیر توحیدی، کسی که به یکی از ضروریات دین بجز الله باور نداره. یعنی مثلا الله رو قبول داره، عرق میخوره. دستور قرآن در مورد برخورد با کافرها، سوره محمد آیه 4: هنگامی که با کافرین روبرو شدید گردنشونو با شدت بزنید، آنان را با عذاب از بین ببرید، بگیریدشون دست و پاشونو محکم سفت کنید، هر کی پول داره پولشو ازش بگیرید و اینو بدونید این امتحان الهیه. وای شما فکر کن این حجم از خشونت و جنایت امتحان الهیشونه. وای فکر کن اگه مسلمان باشی و یه کافر رو اتفاقی ببینی و کارهایی که توی سوره محمد آیه 4 رو گفته رو انجام ندی، امتحان الهی تو رد میشی و باید بری جهنم. بعد شعار این بی‌وجدانا رو ببین: اسلام دین آزادی.